بزنیم ویدیو دیگه از ماینکرافت. آها بچه اومدیم ویدیو دیگه از ماینکرافت. بچه امروز میخوایم ماینکرافت 1.9 بریم بتستیم و ماینکرافت 1.9 ماد. و بچه چون به من نمیخورد من ماینکرافت قدیمی باشم خیلی خوب. بچه ما این هفته اومدیم شمال و جاشون خالی، فقط این مرده داره اینجا میزنه. بچه انقدر هواشون خوشگل، خدایی جاتون خالی. حالا انقدر نمیگم بچه. من خودم کلا من تازه اصلا این ماینکرافت من ماینکرافت قدیمی اصلا نرفتم و اصلا شد پرید بیرون. خب اوکی بچه یاد ای بابا بچه کیارشه بچه یادش بخیر بچه. یا خدا بچه یادش بخیر بچه. قبلا بازی میکردیم همیشه. شما فقط کاراکترمو درست کنم. میخوام تو این جا هم دوباره کاراکتر درست کنم و درست این کاراکترمو پیدا کنم. این کاراکترم اوکی بچه. کاراکترم تو این گیم هست پیش من. سلام داداش خودم. سلام خودم بچه. اینم کلا با همیشه با این میرم بچه. اسممونم بنویسیم. فکر کنید دیگه ماینکرافت خودمونیمه. ایکس اچ مان روژمان جو روژمان. و بچه ببینم ستینگش مثل الانو کلاسیک اون خیلی کوچیکه و نمیدونم اصلا چیکار کردن کوچیک شد. بچه بکنیم به اضافه وسط هم بتونیم فعال کنیم و آره بچه من چیکار کردم چون یه لحظه این گاری بچه من یه کاری کردم. این دستم به چیزی خورد حتما بگیم. تنظیمات ویدیو این نیست این داداش. آها چون این مشکل از این بود. خب بچه آقا باورم نمیشه من دارم نسخه قدیمی رو باز میکنم چون من چند وقت پیش من هنوز خیلی قدیمی 2015 بود تازه اومده بود. بچه این یه ماد خودش داره پشما. بله بچه یادش بخیر بچه روز زود میگذره واقعا. چون میخوایم بریم سری سوروایور پلی بدیم چون یادش بخیر. تازه بیتو هم هست ماینکرافت بیتو. بچه یادش بخیر اون روزا. بچه دیگه اون روزا نیست که این ماینکرافت. خب بچه اونقدر قدیمی نیست. چرا قدیمی؟ چون این درخت باش مثل ویرجین های اپتیفاینه. چون من میدونم که این خیلی سختمه من چون انقدر تون داره میره. بچه اگر خواستید درخواستتون زیاد بود من با این بدبختی میرم این سوروایول پلی میدم بچه. برای اونا که این ویدیو بازی کرد ولی برای من گلم اینجا داریم چون واقعا نسخش قدیمیه و بچه من نمیدونم ماینکرافت خرکی میره اونم یه چون اینجا بچه دست زدم اون همین 50 بود
50 60 بچه الان اینجور بهتر شد بچه واقعا یاد اون دورا بخیر ورژن اپتیکال همیشه ما بهتره که دیگه همه اون روزا نیست بچه دیگه همه اون روزا همه چی پیش رفته شد بچه خدا چی میشون همه که یادش بردم این وسط ویدیو میاد اوه بچه یادش بخیر بچه واقعا چون میگفت او خیش کرد که بچه یادش بخیر این سنگاش این زغالاش تو سنگش البته یه ذره خفن‌تره بچه زیبا رو گذاشت تو واقعا من دوست داشتم الان سال 2015 بوده اون موقع من به دنیا اومده بودم مانکرافت ساخته شدم به دنیا اومده بچه واقعا یادش بخیر ما همیشه بازی میکردیم برو قدیم من 6 سالم ای بابا به درک پیتزا شدی بچه یه لحظه سلام بچه رفیقام بکنه به درک بچه زغالاش اوت پشما واقعا چند وقت خود مانکرافت ویژن قدیمه خب قدیمی دیگه قبلا ما بازی کرده بودیم خب الان دیگه مثلا یک بیست ریختیم یادمون رفت دیگه از اون بابت میگم چه باحاله اکسپریس باحالم واقعا همینجوری خیلی بهم داره کیف میده اصلا بچه سپر این موقع بود به بچه یادش بخیر باحال بچه دارم میگم ما اینکه بازی کردم ولی میگم که باحال بچه شمشیره چون من همیشه مانکرافت قدیمی جابا بازی میکردم و تا به حال روی گوشی بازی نکردم بچه من یه ذره سنگ میکنم بچه و گوشی تا حالا یعنی بازی کرده بودم ولی دیگه از وقتی که یه همچین واقعا یاد این روزا بخیر بچه یادش البته ما دیگه الان داریم اون روزا رو دیگه داریم زندهش میکنیم خاطر رو تق میخورد میزنیم مرغوش سلام ولی به چخ بچه ایکسپیش خیلی بالا من مخصوصا این درختاش خوشم میاد این رندری رو برم پایین یه ذره بازی نگو که دهنم سریش بچه رندر نیستاشش رو برم پایین شبیه این چیزا بشه مانکرافت تو اساسش قبلا بود
چیز هیرو بران توش دیده شده بود. بازی میبرمش پایین قشنگ هوای اون حال بشه چون رندرش کو رندر نیست ازش رندر نیست بچه اصلا من نمیدونم چی آوردم پایین رندر لیسانسش کجاست بچه رندر بچه یادم رفته اصلا کلن چون فکر کنم نسخه جدید میتونستم رندر لیسانسش بذارم پایین کنم رندرش همینه ولی هیچ فرق نمیکنه آره بچه بخدا من میتونم کارت 500 بذارم اینا رو بچه حتما یه پورتال میذارم چون خدا و امکانش خیلی بالا که من بتونم کارت دو این گیم بزنم چند دقیقه شد نمیدونم چند دقیقه شد ولی هر چند دقیقه شد بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه تو ویدیوهای بعد بچه خدا بچه نگهدار